یک مردک اگه تنظیم نبوده پیشتر برای فرزند خیلی پس پیش نگاه نمیکنن زندگی میکنن یک 15 نفر شده بعد همه هر بیگه ای کار خسته شده میامده که زنش سر میکرده آه آتش وقتش را بسید 5 نفر بس بسید زن قوت رفته ولد کرن کش نگیر کنم چکار میکنی 15 نفر پولی دفتر نوشته قلم کتاب مردک هر روز میاد همین گپا میشنوه دیگیر شده است یک اهمیت داره که خانه همسایه با یک زن شوهر ندارد گفتای هوای من زن دویم نکاح کرده میگیرم ای قربانی زن خرید گره خوش خلاص میشم این برای شما احتیاط میتونه برای هر روز سیزه نکنید تو زن بزرگین بین کرده رفته همه نکاح کرده با خواهش گفته زنه من یک ماه کمک رفته میرم پامال به خدا رفته است یک ماه پس اومده دوری صورت گفته زنه بازی کزن پراجه ممکن من 2 ماه دیگه نمیام 6 ماه با همه گفته رفته ماه ششم دا فکر کرده با همه بود شده فکر کرده ایشون زنه که بالا بود شما بالا بود خیلی فهمیده دفته مردک چی کار میخورد شما چی پرابلم هسته اینی چه گپ زنه یک خانم برو اگر کدوم مردک 2 زن داشته باشه یک زنش کشد بعد چی همیشه آمد که کشمی این زن گفته تو دیوانه نی 35 سال حیات من که من میکشوی 10 تا گلک سگره میماند 12 تا چیکار میکنیم دیگه دست خیلی گپ نیست زن گفته گوش کن من نغمام داموتی تی فهمیدم یک بار دیگه اثر دیوال پر با کازر نبراو وای دختر همسایه کوش پیش من بیو پرامی من نشد دیگه این مرداش تو فهمیدن بود من بر وقت فهمیدم تو خاطر گشتم کردی گذر کن تیز رو مردا خوشتن در رفته است اونجا بودم کوشی خونه همسایه این زنش در دروازه میبیاد از میبینه نیم ساعت یک ساعت اشو درک نیست 3 ساعت اشو درک نیست تا ببینم که چیکار شد چی خدیر کرد بیچاره زنه که ساعت 2 شب واسه دیوار پاره گذاشت خونه تو که جیب یگون کس نکشت یک اهمیت داره نوربون هست نه پایان ماندگی بود بالا ماندگی بود شوهر منم بالا هر جا باشد در بالای بوم کشته شده میرسون نفهمم گفته بیا ببینم بچه‌ش رو بخونم بعد جگرم پر شود گفته زور زده بالای بوم برو اومده بیند که حقیقتا یک شوهرش زن دیگه کشته است اونجا کشته است تو این میگویی بیزه کشته است تاجیکی یا نامزن بیلو عشق شرط بوسو بیسی او تو شکل نمیزن شما الان فهمید تو چیکار رسید اونجا این زن دیده پیر خری شد بریزه 6 ماه گم بودی آکشتنش که همی خیلی بود اول خود من نکشتی میبایی رکشی تو یک مرده که دیگر نشکلی سوره که زنش در اومده هم مرده تنجی هم تنجی از چی باریش میگیریم خریش میگیریم از چی باید 3 بار شد گرفته این روز میگیریم او خیلی گرفتم نه شما یگان بالا داره یگان اویوی نو یفتگی نه آخی چی کب رئیس هم گفت که ای پگارش کرد نبیم برای هوای میگیرم مایلش رئیس هم گفته باشد دردی بخیر مایلش گیری نیک خدا نکنه یگان اویوی گفته باشه بنزین خریفته پشر میکنم مرده که بیچاره ریش گرفته کارخانه رفته تو بگه فکر که این موضوع خونه رو همیزنم به چی فهمونم که ای باورش نبرم مثلا خیالات نکردم یا اون اوی من نیفتم نگادش دیگه لکدیل جگر او خوردگی باید با بگه خونه با آمدش تنگ زنش آمده بی ها آمدم خوراک میخوره میگه که نمی مردک بیچاره میدونسته که میبخشه من از دلش ملایم خلوق یا روز خوراک من 2 روز دیگه فراموش میکند تو از اگر هم دو یک خود باشه با جنگ ده خوبش اكو ای بالا هزار تا نه زن جون ما خود نمیخورم این زن تاجیک چه شما به بالایش نگرفته خالی کدام زنگ رفته سیر کرده رای کرده چند روز مایلش خورد از دم خیلی یه روز که مردک نو میتاز نمیگفته گوش کن زن خانم به خدا ای دست که از من خودم نمیتاز میپردم میکشم خودم گفته خودش مردک بیچاره پرتاخش یک زنش که اكو این قصابی منش بی است دیگم کجا میپره پایان میپره ها چی بود همین سطحی مسلم کاتو گفته پایان برای میگم باشه میرون زنگ دیدی تو یک کتابخانه کلان بود است در اومدن در کتابخانه کلان 2 تا کتاب یک کتاب عبارت از 2 صفحه نامش سیر و اسرار مردها کتاب دیگر را دیدم سیر و اسرار زنها 5,500 صفحه قسم 1 باب 1 با دوام دارد هیچ شما زنکا فهمیده نمیشید است نه خیلی یکون بیبی ها ایستادیان یک بیبی یاش بوده 85 با مزهشون میگریزد 1-3 روز خوب میکنن اشتیا نداشتن سحر با شیرچای و شیربیریج میرفتن
شکایت میکنه اشکال ندارم عبیدی با منطقی هم میخوردن هضم میکرد جلوکا خلاص بعد پسرش میگه ابراهیم جان بچم نه به اوچه جان همین 3 روز شد من کسل و عقلم برای دلی من همون دختر قشلاق تو یک بار جیغ نزدی حاضر اوچه جان دختر قشلاق تز بخونه بیا دختر قشلاق دویدم گفت الله به ابراهیم جان گفت کامپیوتر میگفت حاضر من شکایت کرد که 3 روز من کسل تو دختر پیدا نکردی دختر درو من خیلی کامپیوتر مو برای سفید خوشرو خیلی خاله جان کردی چی دولت داره نه بچه دولت ندارم خوش من دلت خوشرو کار کردم فشار نداره چی به شما خیره نمیدونم همین 3 روز شد که سوس حساب میکنم خودم من فهمیدم بیرون برآمده بعد ابراهیم گفت است بچه کامپیوتر تا ابراهیم جان بچه‌م میفره روچت خیزد گفت ها یک کار کجوره نه دارو نه خیمیکات یگان چه دکتر پختور نبر تاجیکی کن تو چی یا موسیقی یو نیکو کرده کامپیوتر با کامپیوتر میخیزه گفت ابراهیم کارش کرده یو دکتر زده جانگو جانجو کامپیوتر گفت ابراهیم بچه‌م دکتر خفه نکن ابراهیم بچه‌م اگر با پیش من نبیایی من نمیبخشم گفت با ابراهیم اومد غضب داد گفت ها چی گپ شد یه وای دکتر یا گپ چی گفت وای یا گپ که من گفتم من گپ زن چی گفت یه گفته تو که یک مسافر یافته نیکو کرده کامپیوتر با کامپیوتر چه صاحب میشن سرای کامپیوتر آه بچه‌م هوای 5 سال میدین است خونه نه خود چهره تو نفهمم ابراهیم گفت که توبه کن بچه 85 با شما خسته نمیتونه کو کامپیوتر شوخ گفت بچه‌م آ خسته نمیتونه این خواب کنه میتونه گفت